امروز ما در نفقه هستیم. ما روزگی خود را با تمام رهبریت حکومت شهر دوشنبه خدمات نقلیات و دیگر میرسانیم که امروز ما را برای ایدی کسبی نقلیاتیون تکلیف کردن، این قدردانی کردن. این هم یک خرسندی ما هم که دهمی روزی خرسندی دهمی روزی کسبی نقلیاتیون ما را تکلیف کردن. ما با همه نقلیاتیون جمهوری تاجیکستان، خصوصا نقلیاتیونی که در شهر دوشنبه با خدمت رسانی، مسافرکشانی، بارکشانی مشغول هستند، ما نیت های همه وقت با آنها راه سفید برای کار، سلامتی، عمر دراز، راه سفید آرزو می نماییم.